با عرض سلام، خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. خب تو این جلسه ما میخوایم در مورد منووا یا Multivariate Analysis of Variance یا به اصطلاح تجزیه واریانس چند متغیره صحبت بکنیم. خب تجزیه واریانس چند متغیره یه حالت تعمیم داده شده ای از همون تجزیه واریانس تک متغیره هست. یعنی در اصل وقتی که ما چندین گروه رو داریم با هم به اصطلاح مقایسه میکنیم توی آنووا، ما برای مقایسه این چند تا گروه فقط یک متغیر رو میتونیم در هر آنالیز بیایم بررسی بکنیم. ولی توی مولتی وریت یا همون منووا به اصطلاح ما میتونیم به صورت همزمان چندین متغیر رو برای چندین گروه بیایم مورد بررسی قرار بدیم و به اصطلاح تست بکنیم، ببینیم که بین این گروه های مختلف آیا تفاوت معنی داری نسبت به چند متغیری که ما داریم بررسی میکنیم آیا وجود داره یا وجود نداره. خب قبل از اینکه من برم سراغ کد نویسی برای توی نرم افزار SAS، اول ما باید یه مقدار ساختار داده ها رو اینجا تشریح بکنیم. فرض میکنیم که ما یه سری تستا رو انجام دادیم روی یه چند تا خانواده، مثلا 10 تا خانواده رو ما انتخاب کردیم، فامیلی 1 و فامیلی 2 تا به همین شکل. حالا این 0 رو شما میتونید 10 بگید. پس ما 10 تا فامیلی داریم که توی هر فامیلی 3 تا اندیویدوال رو ما اندازه گیری کردیم. اوکی؟ خب برای هر فرد هم ما این متغیرها رو ما داریم، متغیر Q1 Q2 تا Q به اصطلاح اینجا باید 5 باشه. خب متغیرهای Q1 تا Q5 رو اندازه گیری کردیم. یه متغیر ها رو کوواریانس هم داریم که اینو بعدا راجبش صحبت میکنیم. خب هدف ما الان اینجا چیه؟ ببینید اگر ما قرار باشه تفاوت بین فامیلیای مختلف رو برای تک تک این متغیرها بیایم بررسی کنیم، این میشه انووا. ولی وقتی که بخوایم تفاوت بین این 10 تا فامیلی رو نسبت به همزمان هر 5 تا متغیر بخوایم بررسی کنیم، این میشه منووا. خب حالا توی SAS باید چجوری منووا رو انجام بدیم؟ خب گفتیم که البته توی درس قبلی توضیح داده شده که SAS به هر حال دو قسمت داره. یه قسمت معرفی دیتا و به اصطلاح دیتا استپ هست، یه مرحله‌اش هم مرحله پراک استپ هست که نوع تجزیه رو ما به نرم افزار میگیم. مرحله دیتا استپ ما با دیتا شروع میکنیم و خب اسم یه مجموعه داده رو بهش بدیم. مثلا من اسم خودم میذارم، میخوام بگم که این مجموعه داده‌ای که من میخوام به شما معرفی کنم، این مجموعه داده رو، این دیتا ست رو به اصطلاح اسمش رو بذار آرمین. خب ما اینجا اینپوت می‌نویسیم. اینپوت ما به این شکله که ما میایم اسامی اون متغیرهایی رو، مثلا الان من میخوام این چند تا داده رو من ببرم توی SAS. خب اسم متغیرهام رو من میبرم اونجا. اینپوت در اصل معرفی متغیرهای من هست. اینجا من متغیرام معرفی میکنم. خب سمیکلن، بعدش مینویسم cards یا data lines برای معرفی داده ها هست. خب حالا من میام داده هام رو انتخاب میکنم و زیر قسمت cards پیستشون میکنم، کنترل V، یا حالا بذارین من این رو با استفاده از همین پیست خودش انجام بدم. بعد از داده ها یه سمیکولن بذارم دوباره. خب یه نکته‌ای که اینجا هست بچه‌ها اینه که متغیرهای من همشون غیر از فامیلی همشون نیومریکن، عددی هن. فامیلی حالت تکسته، یعنی متن F داره، فقط عدد نیست. به خاطر همین من باید اینجا یه دونه علامت دلار یا دلار ساین رو بهش اضافه بکنم. فامیلی دلار ساین، یعنی فامیلی من متغیری که به اسمش فامیلی هست به اصطلاح چیز هست، استرینگ هست، یه متغیر استرینگ یا تکست هست، متنی هست. خب حالا مرحله پراکمون اینجا شروع میشه که همیشه با پراک ما آغاز میکنیم این مرحله رو. خب برای مولتی وریت ما از پراک GLM جنرال لینیر مدل استفاده میکنیم. مجموعه دیتایی که نرم افزار باید برای این پراک استفاده کنه بهش معرفی میکنه. خب می‌نویسیم دیتا والا چی بود اسمش؟ آرمین رو معرفی کردیم. ما میگیم از همین مجموعه دیتا ستی که اسم آرمین هست استفاده بکن.
اوکی، سمیکولون. بعدش میایم اینجا مینویسیم کلاس در اصل اون متغیری هست که گروه های ما در اون قرار گرفتن و ما میخوایم اونا رو با هم مقایسه کنیم. همینطور که گفتیم متغیر فامیلی ما شامل گروه ها هستند که قراره مقایسه بشن با هم. بنابراین ما اینجا روبروی کلاس یا همون کلاس وریبلمون رو با عنوان فامیلی انتخاب میکنیم. خب بعد از اینکه این کار کردیم ما می‌نویسیم مدل هم خب چند تا متغیر داریم، Q1 تا Q5. اینا رو میاریم جلوی مدل مینویسیم مساویه با. خب ما فقط اینجا گفتیم که فقط یه دونه متغیر کلاسیفیکیشن داریم با اون چی بود؟ فامیلی. حالا معمولا ما کپی میکنیم که شاید خب تو نوشتار اشتباهی نکرده باشیم. پس اون چند تا متغیری که قراره نسبت به گروه ها با هم مقایسه بشن رو توی قسمت چپ مساوی می‌نویسیم و متغیر کلاسیفیکیشنمون یا متغیری که حالا اینجا تیمارهامون یا فامیلیامون یا گروه بندیامون داخلش هستن رو طرف راست مساوی می‌نویسیم. حالا من اینجا یه SS3 رو بهش اضافه میکنم که من میخوام که از مجموع مربعات نوع 3 استفاده بکنه. معمولا این قوی تره، 1 و 2 و 3 و 4 داره، یعنی SS 1 2 3 تا 4 dare. ولی خب این SS3 معمولا قوی تره و من چون توی خروجی معمولا از SS شماره 1 و SS شماره 3 رو چاپ میکنه، ولی وقتی که ما اینجا بنویسیم SS3 فقط SS شماره 3 مجموع مربعات یا sum of squares شماره 3 رو فقط چاپ میکنه برام. خب این مدل تا اینجا نگاه کنیم هیچ تغییری نکرده با همون آن و بامون، یعنی توی خروجی یه بار برای Q1 میاد فامیلیا رو مقایسه میکنه، یه بار برای Q2، یه بار برای Q3 و یه بار برای Q4 و یه بار برای Q5 فامیلیا رو مقایسه میکنه. به خاطر اینکه ما منووا رو انجام بدیم اینجا خیلی راحت مینویسیم منووا. اوکی، بعدش هم منووا رو که نوشتیم مینویسیم H یعنی همون هایپوتزیس. خب اینجا یه نکته‌ای که هست اینه که شما اینجا یه underscore یا underline مینویسین all دوباره یه underscore، بعد از اون دوباره سمیکولن. اینجا ببینید من میتونستم همون فامیلی رو بیارم اینجا بنویسم، ولی این آله خیلی بهتره به خاطر اینکه دیگه شما اینجا مثلا ممکنه چند تا فاکتور داشته باشیم، مثلا برای فاکتوریل یا مثلا برای اونایی که حالا چند تا به اصطلاح فاکتور دارن. اینجا شما یه بار تعریف بکنید وقتی که اینجا آل رو می‌نویسین دیگه خودش اتوماتیک همه اینا رو توی مدلش استفاده میکنه. خب حالا یه سری چیزای دیگه هم ما مثلا میتونیم بهش اضافه کنیم. مثلا من اینجا میزنم print e، یعنی به اصطلاح اون ماتریسی که مربوط به ای میشه رو توی خروجی برای من چاپ کن، یا مثلا print h، این میشه که یعنی ماتریسی که مربوط به چیز هست فامیلی هست رو برای من چاپ کن. حالا اینا معمولا توی سری از آنالیزا استفاده میشن، ولی اگر شما فقط هدفتون یک به اصطلاح تست منووا هست اصلا لازم نیست که این print e و print h رو بنویسین. خیلی راحت از این جا به بعدش رو میتونیم حذفش بکنیم، یعنی به این شکل. ولی خب حالا من اینا رو مینویسم که توی خروجی اینا رو هم داشته باشیم و در نهایت مینویسیم run و سمیکولن. خیلی خوب، حالا من بیام اینجا لاگم رو پاک بکنم که چیزی نداشته باشیم. اوکی، ما داده ها رو داشتیم، بعدش خیلی خوب تست کردیم. حالا میایم توی این قسمت و نرم افزارمون رو ران میکنیم. اوکی، اول توی قسمت لاگ بریم ببینیم. خب میبینیم که مشکلی نداریم. قسمت های این خط سیاه چیزایی هست که ما نوشتیم و این قسمت های آبی مال خود نرم افزاره. اگر قرمز داشته باشیم خطا داشتیم و اگر آبی داشته باشیم وارنینگ، یعنی اینکه حواستون باش. خب اینجا ریزالتمونه. یه نکته رو من بهتون بگم که من دارم از ساس ورژن 9.4 استفاده میکنم. ممکنه که خروجیاتون یه خورده با من متفاوت باشه. معمولا 9.2 به پایین توی این قسمت آوتپوت خروجی رو چاپ میکنه، ولی من اینجا پیش‌فرضش به این شکل. خب ببینید اینجا حالا GLM procedure
خب کلاس وریبلمون گفتیم که فامیلی بوده، 10 تا فامیلی داشتیم، اینا اسامیشون هست. کل تعداد ابزرویشن هامون به اصطلاح تعداد داده هامون 30 تا بوده. خب این ببینید همون انواع هست، یعنی یونیوریت تک تک برای هر کدوم از این متغیرها میاد انواع انجام میده. آنالیز واریانس برای Q1. خب یه مقدار اینم به اصطلاح باکس پلات چیز هست، به اصطلاح فامیلیامون هست برای Q1، بعدش برای Q2 باکس پلات بازم، برای Q3 باکس پلات، آنووا برای Q4 و آنووا برای Q5. خب بچه ها اینجا رو اگر نگاه کنید زده تایپ 3، این یه نکته هست دیگه، تایپ 3 SS که اونجا من اگر یادتون باشه من اینجا نوشته بودم SS3 به خاطر این. خیلی خب حالا اینجا دیگه چیزش تموم میشه، قسمت آنووامون تموم میشه، حالا قسمت منووامون شروع میشه به اصطلاح. خب این همون ارور SSCP ماتریکس هست که ما اینجا نوشته بودیم print E، به خاطر این رو توی خروجی به ما داده. خب بعد از اون ما یه print H داشتیم، درسته؟ Hمون چی بود؟ Hمون همون متغیرمون بود که اینجا H گفتیم که متغیرهای چیزمون هستن، کلاسیفیکیشنمون هستن که ما اینجا فقط فامیلی رو داشتیم. خب اینجا اومده برای همون فامیلی SSCP ماتریکس رو به ما داده، همون مجموع مربعات و مجموع به اصطلاح پروداکت. نتیجه نهایی منووا اینجا هست. منووا کرایتریا and approximate for hypothesis خب حالا ببینید اینجا مهمه، ما منووا رو با 4 تا روش توی سطح خروجی بر ما انجام میده. خب ویلکس لامدا فیلایس تریس اوسلینگ لولی تریس رویس گریتست فروت. خب شما اگر با هر کدوم از این روش ها اگر معنی دار بود میتونین تفاوت بین گروه های کلاسیفیکیشن به اصطلاح مثلا اینجا فامیلیا، تفاوت بین فامیلیا رو معنی دار در نظر بگیرید. خب یه F محاسبه میشه برای هر کدوم و در نهایت یه دونه probability اینجا یا همون میزان احتمال محاسبه میشه. بر اساس هر 4 تا روش این مدل ما معنی داره. یعنی چی؟ یعنی این که تفاوت این 10 تا فامیلی که ما اینجا گذاشتیم نسبت به این 5 تا متغیر به اصطلاح معنی داره. یعنی این 5 تا متغیر نسبت به این 10 تا فامیلی به صورت کلی چیز دارن، متفاوت هستن با هم. فرضاً میانگین این چند تا که مال یک فامیلیه با میانگین این چند تا متفاوته و الی آخر. خب بچه ها به همین سادگی ما یک آنالیز واریانس چند متغیر یا منووا رو انجام دادیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید.